دفعه ما که گرفتی نه همون چیزایی که گفتم کلش انجام بده صحیح خوب طبق همون چیزایی که گفتیم دیگه کلش همون رقم انجام بده انشالله که بخیر کارت میشه خب خیر چی میشه اینی یک دونه سیوم ما سیوار از همین خاطر ماندیم اینجا دم کردیم یار کلگیشن هر مریض که میای مثل خودت باشه هر رقم باشه من می سیو کش بتون باز خوب میشه اینه میرم بخور یک هفته چای نخور خب میره که خورد بعد از نماز بخور باز بخیر دیگه مشکلات حل میشه دیگه هم چیکو دفعه بعدی که آمدی بیا که دانه بند بتونه دوانگی خدا طفل میته فکرت باشه دست خواهی نمیه که ما از خون گوساله نشتم میکنیم دفعه دیگه که آمدید یادت باشه خوب که باز بخیر یک بند بدت میتم که دوگانگی بخیر طفل خانه شود باز شکرانه می یادت نره که من خیلی زامن سرش میکشم از خون گوساله نمیشتم میکنم خدا بخیر بری باز خیر باز ببینید این خیر است خیر است باز دفعه دیگه باز آمدید بخیر بری خدا حافظید یادت باشه دیگه علیکم سلام خوش آمدید بچه خوب هستید جانی جانم علیکم سلام خوب هستید بخیر هستید خوب جانی جانم بخیر آمدید مشتقایت خوب هستن امروز یک روز چیز آمده خیلی بیربار بود امروز خیلی بیربار بود امروز نمی آمده امروز اول دوشنبه بود چهارشنبه که می آمده باز یکم فرصت‌تر بود دیگه خوب هستید مشتکت خوب خونو که نخورده بیرون سرد بود دیگه خونو بود خب بخشش باش دیگه امی از خیرت بیباجی یک بار ریتالش هستایی کنی چی شده؟ امی هر خواستگار میایم همطور یک بار که بیاید دیگه دفعه دیگه نمیه وقت زیر است چه قسمه تو پیش به چی میازن؟ هم دیسته بود چی که دیسته ده ببینم باشه یک تصویر بگم نامه که چیسته بچی؟ نامه؟ آمنه نام مادر؟ آمنه گوش نشده کدام وقتش بسته کرده نه بفهمید وقتش بسته باشه هر خواستگار که میاد خوب میگه ما میایم دفعه دیگه تو رضایت داره خوششان میه از هر چیز بزنه میره دیگه نمیه یک از خود میایتن از خود است خود نتکالیتن است و این وقتش بسته کرده دعا زیاد کار داره باید خیلی سر از این کار شود دعا زیاد کار داره تو دعای بد کرده؟ بسته کرده به چین وقت بسته کرده دیگه اونمون مانه تمام کارایت میشه کارایت هم نمیشه از همون خاطر است آره ما هیچ کار ما نمیشه در جای ما این وقت است بسته کرده به چین شما خود میتونین دیگه نه؟ چرا نمیتونم خیلی میشه چرا نمیشه خیلی کوشش کنی کوشش بندگی خوب کنی اول امید مده خدا باز به شماست دو ماه خوب بودی یک کار خوب کنی وقتش بسته است بچه خیلی کار میشه بخیر من دعا کنم دعای خوب بیتی از خیلی بیتی همین کار مشرف باش نیتا میاریم بخیر هدف میکنم تا این کارش بند است خیلی است بچه مادری دختر خودم که آمد من پیش کار ما شده بود از خودت خوب رضایت دارم تجربه داری خودت میفهم که من کار صحیح است کار صحیح میکنم دیگه
باز خیر است تو چی کار کرده ای؟ یک دونه مرغ سیاه بیار خب باز من ایره میکشم باز در دل از مرغ کدام دعا خوانده میشه من دعایش میخوانم یک شویست دیگه هم بخشش نوشته میکنم کلی چیزایش تیار میکنم در امروز چهارشنبه بیار اول بخش من بیار باز من برای تیاریش میکنم کلیش جور میکنم باز میتونم انشالله که بختش باز میشه باز شکرانه ای مرا دول بیاری میاریم بخیر میاریم بخیر رای اول خواستگار آمد تیر نمیشه بخیر باز باز کارات جور میکن بخیر خود کلی کارات جور میشه انا آمدم پیش خودت کار ما شد رضایت دارم میخوام کار نتیجه میده دیگه خودت خبر داری دیگه بخیر میارم شونی دبل میارم بده بخیر باز مرغ سیاه نمیشه دلش رو خودم نه او باید من خودم بکشم باز خون از او رو من میگیرم قد خون از اون من برای شویست و دیگه چیزایش نوشته میکنم زعفرانم بخشم اگر دانستی بیار کن چقدر؟ زعفران یک کمی قرد که باشه که من زعفران نوشته میکنم یا دیگه باز مرغ زنده بیاریم بریم مرغ زنده بیاریم من خودم اینجا که کشتم و وقت کشتنشم یک چیز داره که من باید امور بخوانم یک ذکر داره من اون ذکرش بگویم چه کنم باز من خودم میفهمم دیگه کارایش خود دیگه دل جمع باشه کار مرا خود دیدی دیگه نه کارت خوب است کار من دیدی نتیجه اگر چون نرم دیگه جایی کار من دیدی کار من نتیجه میده کارم چی نیست کارم خوب است این مال بیروبار است دارد از خاطر ازی کلشان راضی است کلشان دخترم دقیقا 3 ساعت من منتظر ششته من اونجا من که میای کارش میشه به خدا یک شکرانه ای میارم ولی من اینقدر چی میکنم دیگه هیچ پرسان نکنم دیگه از این دل جمع باشه چی نکن بخیر کارش میشه اینه من این 3 بار دم کنه اینجا مانده اینه من زمین 3 شب نماز خوانده بخور دیگه از یک هفته چای هم نمیخوری خب او جوش بخور او جوش بخور چای نخور بچه خب میگم دیگه تو من چیز من میگم تو گرم گوش کو دیگه برچی و وشیوش را پرسان نکن همی او جوش بخور یک هفته تا همی دعای تو چیزایت ختم نشده خب از همی سه بخور بعد از همی یک قصه چتنی رو بخور یک قصهش نشد کلی درد و کلی گرفتاره حل میشه بخیر بازی را پیش از نماز بخورم نه نماز خوانده شد خلاص کردی باز امور بخور این تنها خودش بخوره ما نخوریم پدش دیگه نه خب نه تو تکلیف خودش چیزی خوب نمیشی دایم میتونی مریضان هستی چی بلا چی این نارام است مریض است یک سر نارامی میکنه خیلی از خاطر ازم دیگه زیاد ما هم تشویش میکنیم که هیچ جانش جور باشه از خاطر نه تفلک شکر خوب است خیلی است خوب مشکل نداره دیگه تو خودت هم تشویش نکن باز خیر است که همه آمدی دفعه دیگه آمدی دیگه خودت دیدی بیلبارک است باز خیر دفعه دیگه که آمدی وقترک بیایی فرصت است همون چیز میذارم بگی بیام و برای کل کارایش جور میکنم دیگه غمش نخون خیلی در چهارشنبه وقتر بیایی باز دفعه دیگه که آمدی کارایت هم که شد باز وقت خیلی گرم میزنیم خوبه خیلی بریم دیگه بریم دیگه بخیر بریم بخیر بریم که بالبارک هست دیگه کار دیگه نوبت دیگران باشه دیگه بیبیاجی سلام علیکم. سلام علیکم. چیال بیبیاجی خوب جان صحت خیرتی. چیال خیرتی. جور هستیم انشالله. شکر خدا شکر شما خوب هستین صحتتون خوب است. باش که مرا گفته بودی بیاین باز. چهارشنبه خونه نتونستیم باز میگه زنانه زیاد میانه چهارشنبه باز پنجشنبه یه دفعه چکر پیش دیم. بتون فرصت باشه نام خدا تو بیدوبار زیاد است که دوبت نیست. دیگه می مشتریای زیاد است بنده خدا کارایشان بند است گرفتار هستن مشکلات دارن. دیگه میاد دیگه خودتون دیدین که کارای من خوب است دیگه کارایشون میشه بخیر اونی نتیجه داده که من پیشت آمدم من خودتون گفتم چند بار محمد بیبیاجی بالا از اون روزی که همون یک سیب برام دفعه دادی که ببر و سیب خورد من نفهمیدم که چه وقت بخوریم تایمش ازت پرسان نکردم و آمدیم که دمی بی اتفاقی دمی خانه بخی زیاد از هر چی که میکنیم که فهمیدی که غم خود
چیز کنیم هیچ چه می گفتی اگه تو ماشین که از این سیبا بود یا کدام سیبا دیگه بود ما نفهمیدم دیگه واقعتش بخیم تو وضعیت کلی خدا نمی سیواره نمی تو کرید میارم میخرم این مخصوص شما مشتری هست دیگه یا من خودم شب میشینم چقدر دعا دارم یا کلش دعا میخوانم کلش دم میکنم اینجا میمونم هر کی اومد من میتونم بخشش این کلی کارایشون میشه شفا بخش است دعا میخوام دم میشه دیگه میشه کلش شفا بخش خوب است امروز پرسان کنم وسی به کمرادادی ما خوردم میدیم درک میکرد میدیم جور شد خوش شکر اما از یاد رفت همون چتنی رو گفته بود چی چتنی از اون رفت چتنی رو ما بخورم چتنی ها هیچ فکرم رفته بود و خیر بر صورت من لازمی خاطر مامانم گفتم که اگر میشد بند دفعه برام 5 6 تا سیب بده که خانممون بتم امی اولادارم بتم که بخیر چه که کل از بار بتم کار تو آورده خانه میشم تو واقعا بفهمم که پیش ملا و بیبیجی و مثل داویز نویس میرم برام جنجال جور میکنم من زمان گفتم باش خودم یک چکر برام بگویم برشان بده تو دم دعا کنی که خدا از میجم که دعا کنی ان شاء الله میشم یک 5 6 تا سیب که مرا بیتی که برام ما خواهم دلم مثلا دفعه کنم برام خیش قامم بغیر قام بسته برام تو دیگه کاری داری تو بیادر چه کفو امی سیر کال برشه خانواده میتونم یک دانه رم که تو ببری امور چیکو ریسک کلا گیره بیتی یک قاشق هم بیتی خوب میشه حالا من میرید نفهمیدم یک گپ دیگه رو میدم فهمیدم من هر کس که می پیش خودت میگه که یک هفته چای نخور برو چتنی بخور من نگفتی چتنی بخور نگفتی چای خو من گفتی برو چای بخور دیگه را که می پیش تو میگه چای نخور من نفهمیدم هر کس که میگه من خب بیوجی برام میگه که یک درد نداره یک رقم که نیست دیگه خودت یک رقم مشکل درد داری دیگه یک کس میاد یک رقم که یک چیز میگم یک چیز در رقم که همین یک جور رقم باشه خوب شوین دیگه باش بیوجی که دیگران نشنم خود در بیرو خونم خدا مشتری زیاد است یک چیز دیگه هم میخواستم برات بگم اگر میشه فهمیدی که یک کار کنی که یک دانه سیب علایده برام بدی بدون از دانه‌ای که میبرم برای فامیلی یک سیب دیگه بدی که اگر شب خدا یک زن دیگه ما رو بده یک زن بخی ولی با تنگ آمدی مناسب ما چی بود کنم دیگه ما تو دعا نمیتونم تو چرا تو میکنی چی با تنگ آمدی یا الله خدا دامن تو رو گرفتیم فامیلی خدا که اگر پرده کنم باشه که دیگه خیلی دیگه اشتباه آمدی به چه دیگه من کارهای تو میکنم دیگه میخوام باز تو میای برای تو اجازه ما نداریم تو اجازه نمیدیم دیگه دلت از اون چیزا جمع باشه بیشتر صدایت میامد اون یک دختر صدایت میامد فهمیدی که میگی بخت تو واس کنم خب کلگی حالا بخت ما خب واس که از زن دیگه پیدا کنم ببینی چی زن کردی دیگه بخت واس زن کردی بهش دکتری خب تو میگی خیر از خیر نمیکنی کار ما رو دیگه نه اون کار من نمیکنم خیر دو تا نصیب خیر دو تا نصیب چوف کو که برام فامیل ببرم که بخی کردی جواد با تخفیف است خیر سمیتم باز تو برای من دفعه دیگه کامدی چیکو برا بیار چه بورا بیار؟ 1 کیلو بورا بیار من بخش دم کنم 1 کیلو رو خیلی نمیارم میرم برات من 1 کیلو بورا بیار من بخش دم کنم معمول میتونم القاعده میتونم او قم کنین نمیتونم ما بین او پرتل بخوریم ما هرچی که او قم کنیم فهمیدی ماشینی نمیشه میشین باز دعا دارم یک دو تا نصیب بیجی چوف کردگی صحیح شخو نه من یا کلش دم کردن است من شب تا صبح خو ندارم میارم میشینم خیر ببینی خیر دعا میخوانم دم میکنم که کارهای شما شود مگه بیشینم آن دانه چقدر دعا سر زیاد خواندن میشه خب باز خیر شکرانگی دکردی چیز میارم یک جای دیگه ایسی به چه قسم کنم بعد از نماز بخوره پیش از نماز آیره وقتی هم بعد از نماز میرم کدی پوز بخورن و ما کدی پوز خوریم نه قد پوز بخوریم خیر ببین دم کرده میشه خداوند جور بشه خداحافظ خدا خیر بود خداحافظ سلام علیکم بیبی جور هستی؟ جانت که جوره؟ خوش آمدی با خیر هستی؟ خدا را شکر طرفات خیراتیه؟ سلامت باشی بچه‌های جوره؟ خوب است بیبی چی کردی؟ من خواهیم بچه را هرچی کردم هیچ خارج رفتنش بس نشد یک سره دامان ما خود انداخته که با من تاویز بگی تو واروی میرم خارج میرم ترکیه میرم ایران سایکو مردم میرم حال که یک کار که این بچه من از این خارج رفتن پشیمان که من همون دفعه بخشید دادم گفتم که ایره تو چی رقم استفاده کردی همون چیزای من یک نیست همین دانه که درسته هیچ همین دوایی که من میت ما ساعت جد چشم بیبیاجی همین دانه که تو مرا گفتی من اونو کار کردم گفتی که چای نخوردیم به خانه چای نبردم گفتم باش که اصلا من اصلا چای دادم نه اولاد چای دادم نه این بچه سرسبیل چای دادم و میرم خارج
بچه نماز میخونه؟ نه خدا شرمنده شد. نماز در کنی صبح که لغت میزنم نمیخیزم. نماز نمیخونه و دعا سر از کار نمیده خیر. حالا من قربان تو جان دامن تو را گرفتم یک راه البم ما جور کن که خدا شرمنده زمین ترکیه رفتن بالا دو پای یک موزه کده میگه یا دختر داده تو به من میگه یا برادر برو فلانی یا ما میرم خارج میرم. اما تو که دختر داده شه بگی بخشش. چی نه دختر داده خودم بس بگیرم خواهمه از این میشه خدا شرمندهش گپای هوایی میزنه. بعدی 4 تا تریاکی و تابلت که 6 تا هر چی زدم گپ میزنم. خیلی نماز نمیخونه دوای من می سر از کار نمیکنه. حالا من چی کنم؟ تو بگو چی کنم؟ برای بگو نمازش بخونه. پیش کی برم مولا خب پیش پیر رفتم پیش استاد رفتم پیش مولا رفتم ات کار نداد. همین زنکه گفت که برای نمیشه یک دوست خدا بیبیاجی هست یعنی یک دم دعا میکنه یک چیز میتونم بچه میره خیر خلاص جور میشه. اون دفعه من دادم مالی میگه هیچ کارم نشده. که نشده اونو نماز نمیخونه کارش نمیشه. حالا من بازوستش نماز بخونه. نمازش بخونه. حتی خدا شرمنده است سرش بخ بزرگ بکنه میره ناق استاد میشه دستار بسته میکنه نماز نمیخونه. مشکل من نیست دیگه بیادر تو نماز نخونه دو سر از روش کار نمیده. حالا چی کنیم یک چیز بده یک دم دعا کو یک پف کو چپش کو که اون خدا شرمنده زمین ترکیه رفتن بمونه. خدا جان خودت قدش گپ بزن دیگه خودت چی کاری کو دیگه بود دعای من نمیشه که این دفعه برد هیچ کار نکنه دیگه این دفعه نمیکنه و نماز نمیخونه. چی کنم خودش نبرم؟ بیارم مول خودش یک دفعه بیار. من شام کتیش گرفتم میارم. یک دو سه دانه همین شما بگو که این بچه تو آدم بساز خدای راستی از دست ما کشته میشه این آدم. نیسته امور بیار. آنجا تو به نوبتی اومد نمیمونه دختره که استاد کردی میگم من مهمانم که مسافرها و اگر مردا برن حالا خب ما کدام روز بیایم یک روز به ما تعیین که یا شمارگه که تبته من یکان روز زنگ بزنم نوبت بگیرم. این روزهای چهارشنبه نبیای زنان هست خب باز روزهای دوشنبه یا فرق نمیکنه زنان میای مردم میای باز مدت زنان کم است. اگه دختر از ما شکایت کرد مرا بدوا نکنید من میترسم از بدوا شما. نه بدوا نمیکنه مدت تا مدام تایمش بیا خب چند شنبه دوشنبه بیا. حالا ما اجازه است. هر چیزایی که دادی دم دعا کردی مرا نمیدی. نه دیگه امروز بخشید نمیتونم کار نمیکنه تو ما رو بگی بیا. خیر ببینی سلامت باشی. نباشی برو با من خدا. ای قشم خدا را من سر کل خود دوا نمیتونم تو ابله در جهان است مفلس در نمیمانه بازم که روزی مرا به می حواله کردن شکر خدا رو شکر کار خدا میکنه کل پیش من میاین حضورزاری میکنه قربان خدا شم همین راست است.